چند سالی دستفروشی کردم با افتخار. آقا سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم. من از کانال حامد تبریزی داریم می‌بینید کنار دوستان عزیزم اومدیم بازی کنیم. مجازات داریم، هر کی ببازه حکم بهش بدیم. نگفته بود اینو دیگه الان دارم میام. اومدیم شهر بازی. حسین حق بزنم حکم من باید اجرا. ولی اکثر این باز نه حکم شما اجرا نمی‌کنه. نظر شما چیه؟ حکمشون بالاییه باشه. حکمشون بالاییه نه، حکمش یه چیز سخت‌تره. خودش جزء بازیه. و به نظر من شهر بازی رو الکی میگم مال بچه‌هاست. به نظرم میتونه چیزا. آقا مرسی از نگاه کردنتون. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بریم که داشته باشیم. کودک درونشون زنده. من این بری میرم، شما اون بری برو. بازی هم ایراکیه. ایراکی سوسمان. شما از اون بر برو، من از این بر برم. این بری برو. منو مرتضی با هم مهدی و رسول توی تیمم. اینا نبودن ما باختیم. ما جوری میبریم، ما جوری بازی میکنیم که کسی که ببرم به برد خودش شک کنه. برو سوسماس. خب آقا ما الان اومدیم اجرای حکم کنیم. آقا مهدی دستور بده، ولی جوری باشه که بتونیم انجام بدیم. ما چه ست کردیم. هم تیمی. من
حالا آدرس نمیام، یه جای یک کرج یه دونه دستفروش میشناسم. خب بعد حکمت اینه که بری ازش خرید کنی. این که خب چیزا این خوبه، زیاد خرید کنی. این خوبه. این نفری 250 تومان ازش خرید کن. نفری 250,000 تومان 500 ازش. تومان ازش خرید کنی. 500,000 تومان خرید. چشم چشم این خوبه. آره خوبه انجامش حکمش هم بدیم، قشنگه. نگاه کنین. آره باحاله. خیلی ممنونم که مثل حکمای قبلی لباس زنونه تن من نکردین. مرسی. بریم بازم بریم. بذار بیا. سلام. جمع کردی؟ خوبی؟ آره. عظیمیه بودی شما؟ نه بسات باز میکنی ببینیم چی داری؟ چرا بازم لیفت داری. نه جورابم دارم. جورابم داری. جوراباتو میشه ببینم؟ آقا شما بخرین الکی نگی نگاه نکن یا میخریم. ما مشتریم. جورابات خوب باشه میخریم. شرایط خوبه. انشالله. هیچ که به دوغ خودش نمیگه چی؟ هیچکی به دوغ خودش نمیگه ترشه. ترشه. دارم صدا میگیرم حالا. دارم میگه لیف هم بگیم، میگم لیف هم میزن میگه آره. صاف کوتا به من بده دیگه. دست درد نکن. مثل کسی که بخواد مشکل رو بزنه درس بسته. میگه قاطی قاطی نشه. دست درد نکن. بازار خوب بوده امروز از کاری بد نبوده خدا رو شکر. اگه بگی بده بده. دیگه جفتی چنده اینا؟ دیگه فردا خدا اینم نمیده من. 20 تومن هر چی از اینجا برداری 20 تومنی. هر چی برم سایز من میشه اینا؟ آره میشه درات کتونیه. یا کتونیه روش نوشته دیگه 40 تا 44. یه 44 واسه من سبا کن. آج خانم یه 44 به من بده. همونا هست. نه میگه 40 تا 44 سایز این میخوره. آها بردار چند واسه خودت هم بردار. همش میخوره حتی همش. مشکی داریم. آره مادر چرا؟ خیلی ممنونم. این مدلش هم دارم. خوبه. مشکی هم خوبه. مشکی. نه این پولو چیزه. اونا میگن مشتری آخرشه. آره. به هم نزنی و باید بخری آقا. این سرمه‌ای هم خوبه. خب این مشکی عالیه. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تومن. 11 تا 1 2 3 4 5 چی برداشت شما؟ 5 6 7 8 8 تو 11 تو برداشت شد. یکی دیگه برداشت بشه 9 تا بشه 20 تا. 9 تا. بیا این 9 تا برای ما شد 20 تا. اینم اینم خوبه. اونو بده اینو بده. حالا فرق نداره. 20 تا. من خب جوراب خب 20 تا. به ما لیف هم میدی؟ تخفیف هم میدی بهمون؟ لیفا چنده آج خانم؟ اینا چیه؟ خلال دندونه. لیفا چنده؟ دندونای خودم سوراخ بود. بعد از خونه دیدیم نه خودم بخرم. من ازش میبرم استفاده میکنیم. هم اینجا دیگه. برای خودم لیفا چند آج خانم؟ لیف. تا برسیم به لیف. نه بیا اول اینو بذار تو میشم. باش. ببین ننم این نخ 30 40 30 25. اینا همه لیفامه. اینا چند بود؟ اینم خیلی زبره این کلافه. چند بود؟ 40 تومنه. یه دونه اینا باشه. اینم کیسه بیا. جادو کیسه مرداست از بود. بچه دونه هم بردار. یادم بچه گونه بردار. بردار. بیا یه بچه گونه ها چند بود؟ کدوما؟ اونا 35. بیا یه دونه هم از اینا بردار. کیسه کودکه؟ اینو برداشتی. آره. کیسه برای کودک درسته؟ آره برای کودک کودک. کیسه نمیکشن که نه. دوستش میده. این آره. بلش میزنه. اینو یه حساب کن آج خانم. اوش میکنه. اینو میبرم به اون لایه برداشت آره میبرش. اینو یه حساب کن واسه ما. باش. دست در نکنه. بیا میذارم اینجا خودت بشون. نه دیگه بشمار بنداز توی دیگه ببینیم حالا بذار برم یه چیز بزرگه همینجا وایسا. خیلی ممنونم مرسی. دست در. برنامه بگیریم خوشحالم. آخه جوراب دست آبی در رسول. نکنه. رسول. آخ بد زدم. صداش اومد. خورد به کمر داشتم. آج خانم داره میاد. ما حکممون رو انجام دادیم. بله. خرید کردیم از کسی که به نظرمون نیاز داشت. به خرید داشت. بله. اینا
بده 3 تا لیف شد. این حساب کن، من نمیدونم چند قیمتش. 35 40 و 35 میشه چقدر؟ 40 میشه 80 115 115 بده اون 115. خب جورابا رو بشمور بهش بده باج خانوم. نه بشمور نگاه. 2 دست تو بده تو مشما 4 4 قاطی نشم 4 6 6 درست من دادی 8 10 12 14 16 خب 16 تا 17 18 19 20 هر کی میگه 16 نیست 20 تا این شد. 20 تا 20000 تومان بود. 20 تا 20000 تومان 400000 تومان 115000 تومان. 500 برو دیگه خدا. تخفیف نه؟ جدی تخفیف بیا. دادی؟ تخفیف نده. شد 515. چرا تخفیفم مزه داره ها. دست شما در نکنه. نیت کردیم از اینجا بیم از تو خرید. دستت درد نکنه. بیا خودت بگی دستت بزن دیگه. $515,000 تومان. با 15 شو چیز کن دیگه تخفیف بزن. نه نمی بزن. آقا ببین درست زدی بده ببینم صبر کن 515 5 بین 150 کردم دست درست، آخر درست. به خدا یه مشتری فرستاد کردن فکرش هم نکردم خدا ایشالله پربرکت بابا. کنه. ببین درست کشیدم 5,150,000 تومان. دست درد درست دست شما در خدا انشالله به مالتون برکت دست بده شما در سلامت باشه قربان محبت شما کردیم. خدا مرسی نگهدار با اجازه. یا علی خداحافظ شما. خداحافظ شما قربان شما خدا نگهدار. داداش وقتی واسه اون زیاد بکشی یارو ناراحت میشه. حکم گداییه. ما ازش جنس برداشتیم. یا من اینا برای ما دیگه. خب خیلی مخلصم. ما اجرای حکم کردیم. آقا مهدی و رسول به ما حکم داده بودن که بریم از کسی که خودشون تعیین کردن خرید کنیم. ما رفتیم خرید کردیم. من یه رسول چیزی جان بگم نشون. حامد این حکم خیلی حال داد این حال داد. یه چیزی بود که خب فعال بودم شاید الان پشت تصویر کسی که نگاه میکنه بگه که وای خرید آنچنانی نکردیم، ولی خب به نظر من واسه این شخص که اینجا بساط کرده بود یه خرید خوبی بود. من خیلی چند سالی دستفروشی کردم با افتخار، با غرور، با عزت. من خیلی چند سالی دستفروشی کردم با افتخار، با غرور، با عزت بغل خیابون بساط کردم و چیزی که خیلی ها میدونن اینو و به نظرم برای ایشون یه خرید خوبی بود. شاید عدد خرید ما خیلی زیاد نبود ولی خب ما 20 تا جوراب برداشتیم با 3 تا لیف. آخر شبی چسبید بهش مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. یا علی یا علی مدام.